سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. خوش اومدید به این ویدیو از چنل 7. دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب دوستان، امروز میخوام صرافی معتبر نوبیتکس رو که هممون میشناسیم برای اون دسته از دوستانی که بلد نیستن و میخوان توی یه صرافی ایرانی معتبر حساب کاربری داشته باشن که بتونن پول توش واریز کنن، حالا ارز دیجیتال بهش واریز کنن یا پول ازش برداشت کنن و از اینجور توضیحات رو به صورت مختصر و مفید سعی میکنم که توی این ویدیو برای اون دوستانی که بلد نیستن توضیحاتش رو خدمتتون عرض کنم. خب دوستان، ما تو صفحه اصلی صرافی معتبر نوبیتکس هستیم که دیگه همتون آشناییت دارید. ما برای ثبت نام باید روی گزینه ثبت نام بزنیم دیگه. خب من میزنم روی گزینه ثبت نام. خب دوستان، ما توی صفحه ثبت نام صرافی نوبیتکس هستیم. شما میتونید هم به صورت دستی ثبت نام کنید، هم اینکه با یکی از حساب‌های گوگلتون وارد بشید. دوستان به نظر من همون حساب گوگل بهتر هستش. پس شما روی گزینه ثبت نام از طریق گوگل میزنید، یکی از حساب‌های گوگلتون رو که توی گوشیتون دارید انتخاب میکنید و باهاش وارد صرافی نوبیتکس میشید. خیلی خوب دوستان، شما وقتی که با یکی از حساب‌های گوگلتون وارد شدید، وارد این صفحه میشید. اما شما برای استفاده از خدمات نوبیتکس باید حتما احراز هویت کنید و احراز هویت خودتون رو انجام بدید. دوستان اینجا همونجور که مشاهده میکنید نوشته برای واریز، خرید رمز ارز و استفاده از سایر خدمات نوبیتکس باید فرایند احراز هویت را انجام دهید. مشاهده میکنید که زیرش هم نوشته احراز هویت در کمتر از 5 دقیقه. پس در نتیجه ما برای فعالیت داخل صرافی نوبیتکس باید حتما احراز هویت انجام بدیم. خب من زدم روی احراز هویت در کمتر از 5 دقیقه. خب دوستان، توی قسمت احراز هویت هستیم، توی بخش احراز هویت هستیم. همونجور که مشاهده میکنید مرحله اول از همون خواسته که شماره موبایلمون رو ثبت کنیم، اما من این کار رو کردم. شماره موبایل واقعی خودتون رو وارد میکنید و حالا کد فعالسازی میاد، کد تایید میاد و SMS میاد براتون و وارد میکنید و به این شکل مثل مال من تیک میخوره. مرحله دوم همونجور که مشاهده میکنید نوشته ثبت و بارگذاری اطلاعات هویتی. نام خانوادگی، کد ملی، جنسیت، تاریخ تولد و اینجا هم شما باید عکس یکی از کارت های شناساییتون رو بارگذاری کنید. دوستان یکی از موارد زیر رو انتخاب میکنید، مثلا کارت ملی جدید اگر دارید میزنید روش و بعدش اینجا عکس کارت ملی خودتون رو وارد میکنید. به اصطلاح عکس کارت ملی جدید خودتون رو توی این قسمت آپلود میکنید. البته که شما میتونید کارت ملی قدیمیتون رو هم وارد کنید. میبینید که شناسنامه جدید اگر دارید میتونید عکس اونو بدید، یا حتی کارت پایان خدمت یا معافیت و یا گواهینامه هم قبول میکنه ازتون. خب دوستان، بعدش هم روی تایید میزنید و خب پروسه رو به صورت کامل انجام میدید و بعد از اینکه احراز هویت شدید و حساب کاربریتون داخل نوبیتکس تایید شد، دیگه شما میتونید از خدمات نوبیتکس استفاده کنید.
خب دوستان، من برگشتم به صفحه قبل. ما فرض رو بر این میگیریم که شما احراز هویت خودتون رو انجام دادید و دیگه مشکلی برای فعالیت داخل صرافی نوبیتکس ندارید. برای واریز، برای خرید ارز دیجیتال، فروش ارز دیجیتال و واریز و برداشت، ما باید به کدوم قسمت از صرافی نوبیتکس مراجعه کنیم و دقیقا چجوری هستش؟ دوستان، آیکون سه خط بالا سمت راست رو من میزنم. همونجور که میبینید منوی سایت باز میشه. من قرار نیستش که کل منو رو به شما توضیح بدم چون ویدیو طولانی خواهد شد. دوستان، من روی گزینه کیف های من میزنم و روی گزینه اثبات میزنم. دوستان، همونجور که مشاهده میکنید ما میتونیم توی این قسمت موجودی خودمون رو نگاه کنیم که چه مقدار موجودی داخل کیف پولمون توی صرافی نوبیتکس داریم. دوستان، خب حالا فرض کنید که میخواید به سایت نوبیتکس واریز بکنید، حالا چه ارز دیجیتال چه بخواید پول واریز کنید، یعنی ریال واریز کنید. ما باید روی گزینه واریز بزنیم. دوستان، میبینید که این قسمت گزینه واریز هستش و خدمتتون عرض شود که البته که شما میتونید از بخش حسابداری هم وارد این قسمت بشید. میبینید که واریز و برداشت توی قسمت حسابداری هم وجود داره دو. اما خب من از داخل خدمتتون عرض شود که کیف های من وارد شدم و اون قسمت موجودی رو میتونم ببینم و این بالا هم میبینید که واریز و برداشت رو داره. دوستان، خب من میزنم روی گزینه واریز. خب دوستان، ما توی صفحه واریز هستیم و اینجا میتونیم انتخاب کنیم که میخوایم به سایت نوبیتکس ریال واریز کنیم، ریال ایران رو واریز کنیم، یا میخوایم ارز دیجیتال واریز کنیم، رمز ارز واریز کنیم. دوستان، همونجور که مشاهده میکنید گزینه شتابی برای کسایی که میخوان پول به صرافی نوبیتکس واریز کنن. پول منظورم پول ایرانه، ریال ایران رو میخواید به صرافی نوبیتکس واریز کنید. باید روی این قسمت که نوشته انتخاب یا افزودن کارت بزنید. برای بار اول شما باید کارت بانکی خودتون رو توی این قسمت اضافه کنید. می‌بینید که نوشته افزودن کارت. بعد از اینکه کارت بانکیتون رو اضافه کردید دیگه شما میتونید کارت بانکی خودتون رو انتخاب کنید و اینجا هم مبلغ واریزیتون رو وارد کنید و روی تایید و انتقال به درگاه پرداخت بزنید و شما رو وارد حالا درگاه میکنه و شما میتونید پول یعنی ریال ایران رو به سایت نوبیتکس واریز کنید و موجودی خودتون رو افزایش بدید که اگر خواستید با همون پولی که واریز میکنید بتونید ارز دیجیتال بخرید. این برای کسایی که میخوان ارز دیجیتال بخرن. دوستان، خب دوستان، قسمت رمز ارز برای کسایی که میخوان ارز دیجیتال واریز کنن به نوبیتکس. من میزنم رو گزینه رمز ارز. خب دوستان، ما توی قسمت رمز ارز هستیم، البته واریز رمز ارز دوستان، و اینجا میتونیم ارز دیجیتال به صرافی نوبیتکس واریز کنیم.
دوستان فرض بکنیم که خب من یه مثال بخوام واسهتون بزنم که راحت‌تر متوجه بشید. فرض میکنیم که شما توی کیف پول ترس ولتتون مقداری ارز دیجیتال دارید. فرض میکنیم که ارز تتر دارید، ارز USDT دارید و میخواید این ارز تترتون رو از ترس ولت به صرافی نوبیتکس انتقال بدید و بعد نقدش کنید و برداشت کنید به کارت بانکی خودتون. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید دوستان اینجا ما میتونیم ارز دیجیتالی رو که توی کیف پول مثلا ترس ولتمون یا کیف پول فاست پیمون داریم انتخاب کنیم. برای مثال من فرض رو بر این میگیرم که من توی کیف پول ترس ولتم تتر دارم، پس در نتیجه من تتر رو انتخاب میکنم. خب دوستان همونجور که میبینید تتر برای من انتخاب شده و اینجا هم شما باید شبکه واریز خودتون رو انتخاب کنید دوستان که مبدأ و مقصد هم یادتون باشه همیشه باید یکسان باشه. یعنی اگر اینجا شما TRC20 رو انتخاب میکنید توی ترس ولت هم باید تتر روی شبکه TRC20 رو واریز کنید به اینجا. خب دوستان ما TRC20 رو مثلا شبکه رو میذاریم روی، حالا میگم خدمتتون عرض کنم مثال دارم میزنم، شما حالا ممکنه که تتر روی شبکه ERC20 بخواید واریز کنید یا تتر پالیگان رو بخواید روی شبکه پالیگان رو بخواید واریز کنید، فرقی نداره. شما باید شبکتون مبدأ و مقصد یکی باشه. خب من روی TRC20 میزنم و دوستان همونجور که مشاهده میکنید اینجا ما میتونیم روی گزینه ایجاد آدرس واریز بزنیم و آدرس تتر روی شبکه TRC20 برای ما بسازه و ما این آدرس واریزی که ساخت میتونیم به کیف پول ترس ولتمون بدیم و 20 تتر خودمون رو برای مثال واریز کنیم به نوبیتکس یا هر جایی. فرض کنید که 20 تتر توی فاست پی دارید، باید این آدرسی که اینجا میسازید رو به کیف پول فاست پیتون بدید تا تتری که توی فاست پیتون دارید به صرافی نوبیتکس انتقال پیدا کنه. خب دوستان من یه توضیح خدمتتون اینجا عرض کنم، توضیح بسیار مهمی هم هستش که فرض کنید که شما توی یک سایتی، توی یک بازی، توی یک پلتفرمی، توی یک اپلیکیشنی شما مقداری ارز دیجیتال به دست آوردی. مثلا فرض میکنیم که توی یک بازی 20 تتر رو به دست آوردی و این 20 تتر خودت رو میخوای نقدش کنی، میخوای به پول ایران تبدیلش کنی و خرجش کنی. هیچ وقت به صورت مستقیم از اون بازی یا از اون سایت به صرافی های ایرانی انتقال نده و خب همیشه سعی کنید که به یک کیف پول دیگه ای اول انتقال بدید. بس مثلا به اون بازی یا به اون سایت آدرس کیف پول ترس ولت رو بدید که اول به ترس ولت واریز بشه یا سی ولت یا فاست پی، فرقی نداره. کلا مستقیم واریز نکنید. چرا؟ چون ایران تحریمه و خب ممکنه که اون بازی وقتی میخواد برای شما واریز کنه از یک، اینجا هم توضیحاتش رو داده دوستان، اگر بخونید متوجه میشید. کاربران ایرانی تحریمن دیگه. خب بعد اون وقت ممکنه که اون بازی بخواد از طریق یک صرافی آمریکایی مثلا یا یک
به هر حال یک صرافی که ایران رو محدود کرده، تحریم کرده، بخواد اون 20 تتر شما رو به صورت مستقیم واریز کنه به صرافی ایرانی، نمیاد و نمیتونه اصلا. خب در نتیجه شما همیشه به یک کیف پول دیگه تون انتقال بدید مثل ترست والت و از ترست والت به صرافی ایرانی مثل نوبیتکس انتقال بدید. امیدوارم که درست توضیح داده باشم و شما هم درست متوجه شده باشید که اینجوری پولتون از دست نره. خب دوستان، این هم از بخش واریز بود که بهتون توضیح دادم که شتابی برای واریز ریاله و رمز ارز هم برای واریز ارز دیجیتال هستش. خب دوستان، ما وارد بخش برداشت شدیم. همونجور که میبینید ما توی بخش برداشت هستیم. برداشت ریالی داره و برداشت رمز ارز. 2 تا گزینه داره که گزینه ریالی که مشخصه ما باید اگر میخوایم برداشت به کارت بانکیمون داشته باشیم روی قسمت ریالی میذاریمش دوستان. این بالا که خط میکشم نوشته ریالی و اینجا هم روی انتخاب یا افزودن شماره شبا میزنید و شماره شبای کارت بانکیتون رو وارد میکنید دوستان. ببینید نوشته افزودن شماره شبا و وقتی که وارد کردید مقدار برداشتیتون رو هم توی این قسمت وارد میکنید و درخواست برداشت خودتون رو ثبت میکنید دوستان. خب دوستان، بریم سراغ برداشت رمز ارز یا همون ارز دیجیتال. شما برای برداشت اگر بخوام ساده بهتون توضیح بدم، مثلا شما توی صرافی نوبیتکس مقدار 20 تتر دارید و میخواید این 20 تتری که تو صرافی نوبیتکس دارید رو انتقال بدید به کیف پول دیگه‌ای مثل کیف پول ترست والت. برای این کار شما باید دوستان روی گزینه تتر بزنید. دوستان تتر رو انتخاب کنید. میبینید که اینجا میتونید ارز دیجیتال مورد نظری رو که توی صرافی نوبیتکس دارید رو انتخاب کنید دوستان. برای مثال فرض میکنیم که ما 20 تتر داریم. تتر رو انتخاب میکنیم، شبکه رو انتخاب میکنیم، برای مثال روی TRC20 و حالا شما باید وارد کیف پول ترست والتتون بشید. وارد کیف پول ترست والتتون میشید و آدرس کیف پول TRC، آدرس کیف پول تتر روی شبکه TRC20 خودتون رو توی این قسمت وارد میکنید دوستان. ببینید نوشته آدرس تتر مقصد. پس در نتیجه شما اینجا آدرس کیف پول تتر TRC20 ترست والتتون رو وارد میکنید و مقداری که میخواید تتر برداشت بزنید رو هم اینجا باید وارد کنید. اگر 20 تتر دارید توی نوبیتکس باید 20 تتر رو اینجا تعیین کنید و در نهایت درخواست برداشت بزنید و چند دقیقه بعد واریز میشه به کیف پول ترست والتتون، یعنی موجودیتون از نوبیتکس کم میشه و به کیف پول ترست والتتون اضافه میشه. خب دوستان، این هم از قسمت برداشتش. خیلی خوب دوستان، بریم سراغ قسمت بعدی، یعنی خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی نوبیتکس. خب دوستان، شما فرض کنید که 1,000,000 تومان حساب نوبیتکستون رو به صورت ریالی شارژ کردید و با این 1,000,000 تومنتون
میخواید که مثلا ارز ترون بخرید یا ارز تتر بخرید یا بیت کوین بخرید، چی کار باید بکنیم؟ کدوم قسمت باید بریم؟ دوستان اینجا همونجور که میبینید خط هم میکشم، گزینه سفارش سریع داره که ما باید توی منوی نوبیتکس آیکون سه خط رو که زدیم روی گزینه سفارش سریع بزنیم دوستان. خب من میزنم رو گزینه سفارش سریع. خب دوستان ما توی بخش سفارش سریع هستیم و گفتم که فرض میکنیم که ما 1,000,000 تومان حساب کاربریمون رو توی نوبیتکس شارژ کردیم و میخوایم باهاش ارز دیجیتال بخریم. دوستان همونجور که مشاهده میکنید اینجا نوشته که رمز ارز خود را انتخاب کنید. اینجا شما میتونید هر ارز دیجیتالی رو که خواستید انتخاب کنید دوستان. همونجور که میبینید ارزهای مختلفی رو داره، میتونید بیت کوین بخرید، میتونید تتر بخرید، اتریوم بخرید، دویچ کوین بخرید، هر ارزی رو که بخواید، ترون میتونید بخرید، هر ارزی رو که بخواید میتونید خریداری کنید دوستان. خب خدمتتون عرض شود که برای مثال من میذارمش روی همون، خب من میذارمش روی لایت کوین. دوستان من لایت کوین رو انتخاب کردم و اینجا میتونم مقداری رو که میخوام لایت کوین بخرم رو وارد کنم. دوستان میتونیم روی این گزینه بزنیم، به علاوه بزنیم و مقدارش رو زیاد کنیم و میبینید که مقدارش زیاد میشه و میتونیم انتخاب کنیم که چه مقداری لایت کوین بخریم. دوستان اگر بخواید میتونید به صورت دستی هم انتخاب کنید. برای مثال من مثلا گذاشتم 1 لایت کوین. 1 لایت کوین چقدر میشه دوستان؟ اینجا همونجور که میبینید نوشته 3,646,530 تومان. همونجور که میبینید من میتونم هر مقداری که دلم بخواد رو لایت کوین خریداری کنم و فقط باید مقدارش رو وارد کنم و روی گزینه خرید سریع بزنم دوستان. منتها چون الان من موجودیم خالی هستش نمیتونم چیزی خریداری کنم، میبینید که اونجا نوشته موجودی کافی نیست. خب دوستان بریم سراغ فروش ارز دیجیتال. دوستان این قسمت ما باید روی گزینه فروش بزنیم. خب همونجور که میبینید قرمز میشه. ما الان قسمت خرید رو توضیح دادیم و روی خرید بود دوستان. ببینید روی خرید بزنم دیگه عوض میشه. خب من روی گزینه فروش میزنم و میبینید که قرمز میشه. حالا ما میتونیم اینجا ارز دیجیتالی رو که میخوایم بفروشیم رو انتخاب بکنیم. دوستان فرض کنید که داخل صرافی نوبیتکس شما توی حساب کاربریتون 20 تتر موجودی دارید و میخواید این 20 تتری که توی صرافی نوبیتکس دارید رو بفروشید دوستان. تتر رو انتخاب میکنید و اینجا هم باید 20 تتر خودتون رو وارد کنید. دوستان همونجور که میبینید ما میتونیم اگر توی صرافی نوبیتکس تتر داشته باشیم به این شکل بفروشیمش. میبینید که اینجا هم دریافتی ما رو به تومن نشون داده که چند تومن ما وقتی که 20 تترمون رو بفروشیم چقدر به موجودیمون تومن اضافه میشه دوستان. همونجور که میبینید گزینه فروش سریع رو داره و ما وقتی که گذاشتیم روی تتر و مقدار تترمون رو هم وارد کردیم میتونیم تتر خودمون رو بفروشیم. فرقی نداره، شما اگه بیت کوین داشته باشی اینجا بیت کوین انتخاب میکنی و بیت کوینت رو میفروشی، اگر ترون داشته باشی ترونت رو انتخاب میکنی و ترونت رو میفروشی.
خب دوستان، این هم از خرید و فروش ارز دیجیتال که توی نوبیتکس بهتون نشون دادم که توی صرافی نوبیتکس به چه شکل میتونید خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو انجام بدید و نشون دادم که از بخش سفارش سریع میتونید این کار رو بکنید و موجودی خودتون رو هم چه به ریال باشه، چه به تومن باشه و چه به خدمت عرض شود که ارزهای دیجیتال باشه میتونید از بخش کیف های من مشاهده کنید. امیدوارم که از این ویدیو راضی بوده باشید. سعی کردم ویدیو کوتاه بشه ولی متاسفانه نشد. خب لطف کنید دوستان ویدیو رو لایک کنید و اون دسته از دوستانی که تازه با چنل 7 آشنا شدن روی دکمه سابسکرایب بزنید. مرسی از حمایتاتون. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.